ارتش سوریه و متفقان آنها نظارت کامل دیر از-زور، بزرگترین و مهمترین شهر در شرق سوریه را به دست آوردند و آن را از حضور گروه دولت اسلامی پاک میکنند. سازمان ناظر حقوق بشر در سوریه که در لندن قرارگاه دارد در این باره روز 2 نوامبر خبر داد. به گفته سازمان، نیروهای دولتی سوریه پاکسازی بعضی از محلهای شهر از حضور جنگجویان باقی مانده را ادامه می‌دهند. ارتش سوریه عملیات برای آزادی دیر از-زور را ماه سپتامبر آغاز کرد و به سربازان دولتی، هواپیماهای روسیه، گروه‌های شیعه مذهبی زیر حمایت ایران و گروه حزب الله لبنان کمک می‌کند. گروه دولت اسلامی سال 2014 دیر از-زور را اشغال کرد و مدت 3 سال بخش اعظم آن را زیر نظارت داشت، به استثنای یک بخشی که سربازان سوریه و 93,000 نفر آنجا مانده بودند. این شهر مرکزی ولایت اساسی استحصال کننده نفت سوریه بوده در ساحل رودخانه فرات جایگیر است. دیر از-زور همچنان از آن جهت مهم است که در مرز عراق قرار دارد و دولت اسلامی از فروش نفت آن فایده به دست می آورد. پاکسازی شهر علامت دیگر از آن است که نیروهای حکومت بشار اسد نظارت در شرق کشور را هرچی بیشتر برقرار می کنند. نیروهای دولتی با حرکت به شرق سوریه در ماه‌های اخیر میدانهای زیادی نفت و گاز را زیر نظارت گرفتند.